در عراق نیروهای هوایی شهر الخرمه را هدف بمب‌های به اصطلاح بوشکگی قرار دادند. به قول ساکنان محلی، بمباران روز 18 اوگوست باعث تخریب 3 منزل زیست و جراحت 3 نفر شد. برخوردهای نیروهای دولتی عراق با سلاح به دستان گروه دولت اسلامی در ولایت انبار عراق سر از ماه ینور سال روان آغاز یافتند. در سربیا بعد 3 ماه آبخیزی خرابی آور، ترمیم و تعمیر شهر آبرنووت شروع شد. ساکنان این شهر که در خیمه ها اقامت دارند به ترمیم خانه هایشان مشغول بوده، ارتش در پاککاری شهر کمک می‌رساند. باران و سیل ماه می سال روان که بزرگترین آفت طبیعی در 100 سال گذشته به شمار می رود، حیات بیش از 50 ساکن سربیا و کشوری بوسنیا و هرزگوین را از بین برده است. در تاجیکستان مقامات انداز از شرکت موبیلی مگافون که به روسیه تعلق دارد نزدیک به 19 میلیون دلار انداز تقاضا کردند. مقامداران این شرکت اتهام سرکشی از سپردن انداز را قبول ندارند و طلب کردند که قضیه در دادگاه حل شود. روز 20 اوگوست محاکمه این بحث در دادگاه دوشنبه دایر خواهد شد. مگافون دومین شرکت بزرگ تقدیم کننده خدمات موبیلی در تاجیکستان بوده، نزدیک به 20% این بازار را در اختیار دارد. در کشور بوسنیا و هرزگوین بار 20 جشنواره فیلمی سرایوو شروع شد که در آن فیلم‌های 60 کشور نمایش داده می‌شوند. در جشنواره امسال کارگردان شناخته فرانسوی میشل هزانویچس با همسرش هنرمند برنیتزه بیا حضور داشتند. جشنواره سرایوو بزرگترین فستیوال اروپای جنوب و شرقی تا 23 اوگوست ادامه خواهد کرد.